خب عزیزان دل، طور گفتیم باز در استودیو مهمان داریم. مهمان نوبتی ما هست عضو انسامبل رقصی خدمت نشان داده لاله به نام غفار ولامتزاده محبت شاه نصراللهیف. سلام علیکم، شامتان بخیر. در مورد فعالیت کاریتان حرف زنید تا جای درک داریم. شما پیش در دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان در فاکولته موسیقی سنتی فعالیت میکردید. اونجا کار چگونه بود؟ اینجا کار چطور است؟ البته من مدتی 25 سال آموزگاری موسیقی شده کار میکردم در دانشگاه آموزگاری فاکولته موسیقی و سرود. اونجا البته با طالب علما کار میکردیم. از بس که هنری سرایندگی هم داشتیم، بسیارتر کار آموزگاری ما رو بند میکرد. بعد که با انسامبل دولتی لاله گذاشتیم، هنری آوازخوانی رو مثلا با تکمیل دادیم. بیشتر با برادران من انسامبل قطعی کار میکنیم. گفتید که 25 سال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی طالب علمان را در فاکولته موسیقی سنتی و تعلیم فراگیر بودید. خب در مورد فهمیش و درک و یا اینکه قابلیت و توجه جوانان نسبت به جاده صنعت به موسیقی سنتی چگونه درک کردید، چگونه فهمیش کردید؟ البته جوانان حاضر بیشتر به موسیقی معاصر یعنی که مایلشون زیادتر است، ولی به این نگاه نکرده بسیار جوانان هستند که مثلا من در انسامبل ما هم شتگت، من بختاور، دولت جان، من همین نوع من اسبابای سنتی مثلا ملی خودمان رو به درجه عالی نوازش میکنن، میفهمن موسیقی سنتی را. تشکر زیاد و بازم این دم این لحظه خواهش میکنیم از محپاچو که از ایجاد پرمضمون خیش چند مصرع قرائت کند برای ما و برای بیننده تا لذت معنوی برداریم. شعر را از قلب بی آلایشت آموختم، شور را از عمر بی آسایشت آموختم، روشنایی جهان را از نگاهت یافتم، حسن خود را هم زیروی همچو ماهت یافتم، رنگ بخت خود ز گیسوی سفید و در خمت، لذت غم را ز قلب آشنا با هر غمت. شعر من از علت آغاز گردد مادرم، سوز من با علت همساز گردد مادرم. پس چی گویم من تو را که عمر خود بخشیده ای، چون ستاره در فضای قسمتم رخشیده ای. شعر می گویم که شکر هستیت آرم بجای، عمر شعری تاجیکی خواهم برایت از خدای. سلامت باشه. تشکر زیاد خواهر عزیز. و برابر شنیدن همین مصرع‌ها باور دارم که مادران عزیز، هموطنان گرامی قدر باز البته میخواهند که ترانه پیشنهاد بگردد، چون برنامه ما صرف برنامه زنده سرایی است. بعد این خاطر خواهش میکنیم از محبت شاه نصراللهیف تا یک ترانه در همین فضای برنامه ما هدیه بسازند.
کز نیستان تا مرا بریدن از نفیرم برگذر ناییدن از نفیرم برگذر ناییدن شرح از فراق تا میگویم شرحی دردی اشتیاق هر کس کو دور ماند از اصلی خویش باز جوید روزگاری فصلی خویش من به هر جمعیت نالان شدم شفتی بر حالان خوش حالان شدم شفتی بر حالان خوش حالان شدم چشم و گوش را نور نیست از قرآن در زبانی پهلوی مثنوی معنوی مولوی بیشنو از نی چون حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم آفرین اکای محبت شو برای پیشنهاد ترانه بسیار خوب بود. روحیه زحمت طلب جاده هنر البته بسیار. چگونه طی کردید در این 25 سال برای شما چی داد؟ چی داد؟ هنرمند یا که آموزگار همون آن چیزی میگیرد که مثلا وقتی که میبیند که یک شاگردش هنرمند خوب شده است یا که
شخصیتی برومند جمعیت شده است. همین برای آموزگار مکافات مثلا از همه چی بالا است برای یعنی که از کار کرده خیلی ثمر بگیرید. البته. بله، صحتمند باشید. شما ماهپوچا در مجموعه صدای شرقی اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان یک داستان خویش با نام جذب خاک نشر کردید. خوب بگویید که چگونه است این داستان و چگونه پیش آمد نوشتنش؟ وقتی که سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک نمودم، مطابق نظامنامه در برابر دیگر انواع شعری یک داستان نیز پیشنهاد نمودم و این داستان جذب خاک نام دارد، جذب خاک وطن یعنی، و از 150 بیت تقریبا عبارت است و موضوع آن یک مردی که در سالهای جنگ غریب می افتد و تا آخر عمر در حسرتی یعنی یک کف آب و خاک وطن می سوزد. این موضوع را در بر می گیرد. البته حالا دیگر شعرهای در مثلا نظام شعری مثلا غزل و دو بیتی و رباعی گمان می نویسید؟ بله می نویسم. اگر اجازت باشد یک غزل قرائت نمایم. باشد مرحبا. از عشق بشد مجنون صحرایی و آواره، فرها چو شد عاشق بشکافت کوه خاره، نشاه و گدا محروم نیراه خطا در عشق، در هر دل 100 پاره 100 بار کند کاره. عمر پر و بال خود پروانه همه سوخته، قربانی در این راه شد آخر که نداشت چاره. شب تا به سحر بلبل در عشق گلش نالید، گلداغ به دل دارد می کرد کفن پاره. پیغام دل عاشق پوشیده بماند عمره، ای باد صبا بشنو عرض دل بیچاره. در عشق یکی خندان در عشق یکی گریان، یا اختر نحس آید یا پرتو استاره. یک ذره به قلبت گر عشق است تو خوشبختی، زیرا برسد هر کس از عشق به هر باره. سلامت باشید. تشکر زیاد. صحتمند باشید و سپاس برای نوازش به شما نیز. عزیزان دل، ما به سوی انجام برنامه رفته ایستاده ایم و میپرسیم که کی محبت شاه سرود نوبتی که پیشنهاد ما میسازید مال کی است و از ایجاد کی است، چگونه آماده شده است؟ این آهنگ خودم شعری مضمونی زرابادی. بهترین آماده اید که بسرایید. آماده. همدیران گرامی قدر، اینجا رسیده ما به انجام برنامه فضا. با امید اونه که باز در نشرهای من بعدی به همدیگر وا بخوریم. تنصیحت و پیروز و موفق و سعادتمند و سعادتیار باشید. زندگی خوب و خوش و با عزت نصیب ما و شما باشد و با شنیدن ترانه انجامی از جانب محبت شاه نصرالله برنامه را حسن انجام بخشیم و تا نزدیکترین دیدار میگویم. مرحمت. از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب، دیده قد و رخسارش پرتانه شدم امشب، دیده قد و رخسارش مستانه شدم امشب. زد پرتو روی اندر نظرم شوله، زد پرتو روی او اندر نظرم شوله. باشم ای رخش آنگه پروانه شدم امشب، باشم ای رخش آنگه پروانه شدم امشب.
از ذوقی مهی رویش آفتاب هیاهویه از ذوقی مهی رویش آفتاب هیاهویه دلوالم شیدا شد در خانه شدم امشب دلوالم شیدا شد در خانه شدم امشب از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب دیده قدر و رخسارش مستانه شدم امشب در بزمی طرب بودم با پیری مغان یک دم در بزمی طرب بودم با اون نفس مضمون هم خانه شدم امشب با اون نفس مضمون هم خانه شدم امشب از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب دیده قدر و رخسارش مستانه شدم امشب دیده قدر و رخسارش مستانه شدم امشب پروانه شدم امشب دیوانه شدم امشب